جلسه ششم تاریخ بیهقی. طی جلسات قبل ما دیدیم که چطور مسعود پس از مرگ پدرش محمود طی مدت حدود 1 سال خودشو از سپاهان رسوند به بلخ و طی این مدت هم برادرش محمد رو از سر راهش برداشت، هم چندین سردار و صاحب منصب بزرگ حکومت غزنوی رو کشت و حذف کرد. از سیاست‌های آشکار و پنهان اعیان و بزرگان این حکومت هم به خوبی آگاه شدیم و اثرات اونها روی مسعود رو هم دیدیم و شنیدیم و خاطرمون هست که مسعود بالاخره تصمیم گرفت که از بلخ خونین خارج بشه و قدم در راه غزنین بذاره. سلام، من علی کوهساری هستم. اینجا میخواییم با هم ششمین جلسه از تاریخ نشانه‌ای روایی بیهقی رو ببینیم و بشنویم. مثل همیشه پیشنهاد میکنم اگر جلسات قبلی رو ندیدید اول اونا رو ببینید، بعد این جلسه رو شروع کنید. با توجه به اینکه بیهقی در مناصب دیوانی کار میکرده، همچنین به دلیل علاقه زیادش به تاریخ و اخبار و حکایت‌های تاریخی، لاجرم با نویسندگان مختلفی آشنا بوده و قدرت قلم اونها رو میشناخته و میدونسته. یادمون نره ما داریم در مورد دوره‌ای صحبت میکنیم که بزرگان و اعجوبه‌های عجیب و غریبی توی اون دوره و هم عصر با بیهقی زندگی میکردن. توی همین دوران شاهکاری چون ابوریحان بیرونی توی خوارزم زندگی میکرده، ابن سینای بزرگ توی سپاهان بوده، ناصر خسرو که در قبادیان بلخ به دنیا آمده بود توی مرو دبیری میکرده، اسدی طوسی شاعر گرشاسب‌نامه توی طوسی زندگی میکرده که موطن خداوند شعر فارسی فردوسی بوده که همین حوالی ورود بیهقی به دیوان رسالت وفات یافته. فخرالدین اسد گرگانی در گرگان اون روزها توی فکر ویس و رامینش بوده. عارف نامی ابوالحسن خرقانی در قلعه نوی بسطام مقام داشته و شاگرد و مریدش خواجه عبدالله انصاری در هرات و کمی بعدتر ابوسعید ابوالخیر در مهنه سرخس. ابوبکر عتیق نیشابوری مفسر بزرگ قرآن و خالق تفسیر سورابادی و همچنین صاحب قصص الانبیا ابن خلف نیشابوری توی نیشابور بودن و شهپور اسفراینی نویسنده تاج و تراجم هم توی اسفراین. و در کنار اینها شاعرانی همچون عنصری بلخی، فرخی سیستانی و منوچهری دامغانی هم توی دربار محمود و مسعود مشغول مدح کردن سلطان و گرفتن صله بودن. همه اینا رو گفتیم که بدونیم و متوجه باشیم بیهقی در میان چنین غول‌هایی زندگی می‌کرده و این کتاب سترگ خودش رو نوشته. خودش البته اشاره‌ای به بزرگان دیوانی اون دوران هم میکنه و بدون اسم بردن از اونها میگه و مرا مقرر است که امروز که من این تألیف میکنم در این حضرت بزرگ که همیشه باد، بزرگانند که اگر به راندن تاریخ این پادشاه مشغول گردند تیر بر نشانه زنند و به مردمان نمایند که ایشان سوارند و من پیاده و من با ایشان در پیادگی کند و با لنگی منقرس و چنان واجب کندی که ایشان بنوشتندی و من بیاموزمی و چون سخنگویندی بشنومی. ولکن چون دولت ایشان را مشغول کرده است تا از شغلهای بزرگ اندیشه می دارند و کفایت می کنند و میان بستند تا به هیچ حال خللی نیفتد که دشمنی و حاسدی و طاعنی شاد شود و به کام رسد، به تاریخ راندن و چنین احوال و اخبار نگاه داشتن و آن را نوشتن چون توانند رسید و دلها اندران چون توانند بست. پس من به خلیفتی ایشان این کار را پیش گرفتم که اگر توقف کردمی منتظر آن که تا ایشان بدین شغل بپردازند بودی که نپرداختندی و چون روزگار دراز برآمدی این اخبار از چشم و دل مردمان دور ماندی و کسی دیگر خواستی این کار را که بر این مرکب آن سواری که من دارم نداشتی و اثر بزرگ این خاندان با نام مدروس شدی. این نثر نغز و رسا و دلنشین رو انصافاً تو کدوم کتاب تاریخی میتونیم ببینیم؟ ببینیم سر این که میخواد بگه که آقا از من بزرگترم هست همین الان که این تاریخ رو بنویسه
ولی مشغول کارهای بزرگتر هستن و نمیتونن و به خاطر همینه که من بیهقی دارم این کتابو مینویسم و اگر من ننویسم یک درب و داغونی میاد این کار رو میکنه و این بزرگی‌ها رو از بین میبره. چه ادبیات و جملات هیجان انگیزی ارائه میده. واژه به واژه کتابش شنیدنی و خواندنی و ستودنیه. توی همین دوران البته نثرهای درخور و با شکوه کم نیست. مثلا این بخش از مخاطبات خواجه عبدالله انصاری رو بشنویم. ای عزیز، نیت به خیر باید کرد و قطع تعلق از غیر، که وقت تنگ است و شتاب عمر بیدرنگ. راهی به غایت خطیر و باریک است و منزلی به نهایت تنگ و تاریک. درش به قفل انقطاع در بند و کلید آن قفل بر طاق بلند. بدایت او به عدم معروف و معلوم و نهایت او به فنا موصوف و موسوم. در این ره بی توشه خیر قدم پیش نتوان نهاد و هیچ گامی از اندازه بیش. در دست جز عصای توکل نباید و در پای جز موزه تأمل نشاید. این راه را به دقت باید پیمود و از کمینگاه این منزل با خبر باید بود. همیشه مرکب همت به زین باید داشت و تن در کوشش و جهد بر سلامتی باید گماشت. که این راهی است دور و دراز و گذرگاهی است پر نشیب و فراز. گرگان این صحرا شیر شکارند و نهنگان این دریا آدمی خوارند. این راه را بی پا و سر باید پیمود و این راز را بی زبان و گوش باید گفت و شنود. یا مثلا ما هر بخش از نوبت الثلاثه کتاب چندین هزار برگی کشف الاسرار و عدت الابرار میبودی که تا مدتها گمان این بود که از خواجه عبدالله انصاریه، اما علی اصغر حکمت نشون داد که از رشیدالدین میبودی یکی از مریدان خواجه عبدالله انصاریه رو بخوایم بخونیم با همچین نثری روبرو میشیم. شوریده‌ای به کلبه خمار شد، درمی داشت به وی داد. گفت به این 1 درم مرا شراب ده. خمار گفت مرا شراب نماند. آن شوریده گفت من خود مردی شوریده‌ام، طاقت حقیقت شراب ندارم. قطره‌ای بنمای تا از آن بویی به من رسد، بینی که از آن چند مستی کنم و چه شورانگیزم. سبحان الله، این چه برقی است که از ازل تابید، 2 گیتی بسوخت و هیچ نپایید. یکی را شراب حیرت از کاس هیبت داد، مست حیرت شد. یکی را شراب معرفت از خمخانه رجا داد، بر سر کوی شوق بر امید وصل. یکی را شراب وصلت از جام محبت داد، بر بساط انبساطش راه داد، بر تکیگاه انسش جای داد. یکی را خود از دیدار ساقی چندان شغل افتاد که با شراب نپرداخت. آن زنان مصر که رائیل را ملامت می کردند در عشق یوسف، چون به مشاهده یوسف رسیدند چنان بی خود شدند که دست ببریدند و جامه دریدند و آن مستی مشاهده یوسف بر ایشان چندان غلبه داشت که نه از دست بریدن خبر داشتند نه از جامه دریدن. همین بود حال یعقوب. غلبات شوق دیدار یوسف وی را بران داشت که به هر چه نگرست یوسف دید و هر چه گفت از یوسف گفت، تا روزی که جبرئیل آمد و گفت نیز نام یوسف بر زبان مران که فرمان چنین است. پس یعقوب به هر که رسیدی گفتی نام تو چیست؟ بودی که در میانه یوسف نامی برآمدی و وی را بدان تسلا بودی. به به، حقیقتاً طرب انگیزه. اینها اندک نمونه هایی از نثر موزون و درخشان و شگفت‌انگیز فارسی توی قرنی هستند که بیهقی میزیسته. سبحان الله از این زیبایی و سحر کلمات که چشم و گوش و ذهن آدم رو بینا و شنوا و گیرا میکنه و ای کاش که زبان و قلم رو هم گویا کنه و توانا. خب دیگه برای این جلسه این گریز به نثر کافیه. به قول بیهقی: و چون از خطبه این فصول فارغ شدم به سوی تاریخ راندن باز رفتم و توفیق خواهم از ایزد عز ذکره بر تمام کردن آن علی قاعدة تاریخ. ما هم بریم سراغ کار خودمون. رسیدیم به اونجا که مسعود ایل و طایفه رو برداشت و از بلخ خارج شد. البته حسن میمندی وزیر و بیهقی رو گفته بود که توی بلخ بمونن چند روزی و بعد
بیان و توی راه بپیوندن بهش. بریم سراغ کتاب. و امیر مسعود رضی الله عنه از بلخ برفت روز یکشنبه 13 جمادی الاولی و به باغ خواجه علی میکائیل فرود آمد که کارها هنوز ساخته نبود و باغ نزدیک بود به شهر و میزبانی بکرد خواجه ابوالمظفر علی میکائیل در آنجا شاهانه، چنان که همگان از آن میگفتند، و اعیان درگاه را نذرها دادند و فراوان هدیه پیش امیر آوردند و زر و سیم. امیر از آنجا برداشت به سعادت و خرمی و با نشاط و شراب و شکار میرفت میزبان بر میزبان، به خلم و به پیروز و نخجیر و به بدخشان احمد علی نوشتگین آخرسالار که ولایت این جایها به رسم او بود، و به بغلان و تخارستان حاجب بزرگ بلگاتگین. خب میگه که پس مسعود خوشخوشان راه میفته و توی راه در حین شکار و شرابخوری به محل هر کدوم از بزرگان خودش که میرسیده ازش پذیرایی میکردند و خوش میگذرونده تا وزیرش بهش برسه. از خلم و نخجیر و پیروز میگذره و خودش رو میرسونه به بغلان و مهمان حاجب بزرگ خودش بلگاتگین میشه. از اون طرف هم میمندی کاراش رو انجام میده و راه میفته که بیاد سمت مسعود. پس از بلخ حرکت کرد و در راه هرچند با خواجه پیل با عماری و استر با مهد بود، وی بر تختی می نشست در صدر و داروزینها در گرفته و آن را مردی 5 می کشیدند و از هندوستان به بلخ هم بر این جمله آمد که تن آسانتر و با آرامتر بود. اینجا واسه خود بیهقی هم جالبه، میگه با اینکه میمندی کجاوه و محمل داشت که خب مخصوص بزرگان و صاحب منصبان بوده و هر کسی هم نداشته اونم روی فیل، ولی ترجیح میداده که روی تخت بشینه و چند نفری تخت رو بگیرن روی دوششون و اونو حمل کنن. بیهقی میگه اون موقعی که از هند هم اومد بلخ کل اون مسیر طولانی رو همینجوری اومده بود. عجب عجوبه‌ای بوده این میمندی. توی بغلان میمندی میرسه به مسعود و به بغلان به امیر رسیدیم و امیر آنجا نشاط شراب و شکار کرده بود و منتظر خواجه می بود. چون در رسید باز نمود آنچه در هر بابی کرده بود. امیر را سخت خوش آمد و یک روز دیگر مقام بود. خب میمندی میرسه و کاراشو برای مسعود توضیح میده و یه روز دیگه هم با هم اونجا توی بغلان میمونن. پس لشکر از راه دره زیرقان و قوروند بکشیدند و بیرون آمدند و 3 روز مقام کردند با نشاط شراب و شکار به دشت هورانه. مسعود را میفته و از گردنه زیرقان و قوروند خودش رو میرسونه به پروان. و چنین روزگار کس یاد نداشت که جهان عروسی را مانست و پادشاه محتشم بی منازع فارغ دل میرفت تا به پروان آمدند و از پروان برفتند و همچنین با شادی و نشاط می آمدند تا منزل بلق. پس از پروان خودشونو می رسونن به بلق. و هر روز گروهی دیگر از مردم غزنین به خدمت استقبال می رسید، چنان که مظفر رئیس غزنین نایب پدرش خواجه علی به پروان پیش آمد با بسیار خوردنی های غریب و لطایف و دیگران دمادم وی تا اینجا که رسیدیم به بلق و آن کسان که رسیدند بر مقدار محل و مرتبه نواخت میافتند و الله اعلم بالصواب. مسعود میرسه به بلق، مردم غزنین هم میان به استقبال مسعود تا بهش زودتر ورودشو به غزنین خوش آمد بگن و البته خودشون رو هم به مسعود نشون بدن. یادمون هست که وقتی مسعود رفته بود ترمز، اونجا قاصد یوسف که یوسف اون موقع توی قصدار بود خبر از فتح مکران براش آورده بود. مسعود هم گفته بود که یوسف بیاد غزنین که منم میخوام بیام اونجا تا ببینمش. یوسف اون موقع زود خودش رو رسونده بود غزنین و حالا که مسعود نزدیک غزنین شده بود، اینجا توی بلق یوسف میره به استقبال برادرزادهش تا این برادرزاده بلای علی غریب و اریارق و حاجب غازی رو سرش بیاره. بله، یوسف هم اینجا زندانی میشه و از تاریخ حذف میشه. عجب کینه‌ای داره این مسعود. بریم از روی کتاب بخونیم.
و فرو گرفتن این امیر بدین بلغ بود و این حدیث را قصه و تفصیلی است، ناچار بباید نوشت تا کار را تمام بدانسته آید. امیر یوسف مردی بود سخت بیغایله و دم هیچ فساد و فتنه نگرفتی و در روزگار برادرش سلطان محمود رحمت الله علیه خود به خدمت کردن روزی 2 بار چنان مشغول بود که به هیچ کار نرسیدی و در میانه چون از خدمت فارغ شدی به لهو و نشاط و شراب خیش مشغول بودی و در چنین احوال و جوانی و نیرو و نعمت و خواسته بیرنج پیداست که چند تجربت او را حاصل شود. بله، میگه که یوسف یه مرد بی‌حاشیه بود و زمان سلطنت محمود هم روزی 2 بار میرفت خدمت سلطان و غیر اون هم مشغول خوشگذرانی و باده نوشی بود، واسه همین هم خب هیچ کاری رو یاد نگرفت و هیچ تجربه‌ای نیندوخت. و چون امیر محمود گذشته شد و پیلبان از سر پیل دور شد، امیر محمد به غزنین آمد و بر تخت ملک بنشست. عمش را امیر یوسف سپاه سالاری داد و رفت آن کارها چنان که رفت و بیاورده ام پیش از این. مدت آن پادشاهی راست شدن و سپاه سالاری کردن خود اندک مایه روزگار بوده است که در آن مدت وی را چند بیداری تواند بود و آنگاه چنان کاری برفت در نشاندن امیر محمد به قلعت کوهتیز به تگیناباد و هرچند بر هوای پادشاهی بزرگ کردند و تقربی بزرگ داشتند، پادشاهان در وقت چنان تقربها فرا ستانند ولکن بر چنان کس اعتماد نکنند. خب میگه بعد از مرگ محمود یوسف خب طرفدار یعنی هوادار محمد میشه، محمد میاد سر کار و محمد هم یوسف رو میکنه سپهسالار لشکرش. ولی بعدن دیدیم که یوسف نامه نوشت به مسعود و هوادار مسعود شد و در واقع به اون سلطان خودش پشت میکنه و خیانت میکنه و بعدش هم که دیدیم محمد رو میگیرن و زندانیش میکنن توی تگیناباد. اینجا بیهقی میگه که اگرچه یوسف در نهایت طرف مسعود رو گرفت و مسعود هم این موضوع رو قبول کرد، ولی چون در واقع خیانت کرد به شاهی که ابتداعاً طرفدارش بوده، روی همین حساب مسعود بهش اعتماد نداشت چون ممکن بود همین کار رو هم با خودش بکنه. دیدیم که به علی غریب هم اعتماد نکرد مسعود. و بدین پیوست امیر یوسف را هواداری امیر محمد که از بهر نگاه داشت دل سلطان محمود را بر آن جانب کشید تا این جانب بیازرد. خب اون هواداری اولیه یوسف از محمد هم هنوز روی دل مسعود مونده بود. و 2 دختر بود امیر یوسف را، یکی بزرگ شده و در رسیده و یکی خرد و در نارسیده. امیر محمود آن رسیده را به امیر محمد داد و عقد نکاح کردند و این نارسیده را به نام امیر مسعود کرد تا نیازرد و عقد نکاح نکردند. خب اون زمانی که هنوز محمود سلطان بود و رابطش هم با مسعود به هم خورده بود و از ولیعهدی برداشته بودش و محمد رو گذاشته بود ولیعهد خودش، یوسف که 2 تا دختر داشته، بزرگه رو محمود گرفته بود برای محمد و عقد کرده بودش و کوچیکه رو گرفته بود برای مسعود، ولی چون هنوز بچه بود عقد نکرده بودن. در واقع میبینیم که اینجا هم دوباره محمود داشته مسعود رو نقره داغ میکرده. و تکلفی فرمود امیر محمود عروسی را که ماننده آن کس یاد نداشت در سرای امیر محمد که برابر میدان خرد است. و چون سرای بیاراستند و کارها راست کردند، امیر محمود برنشست و آنجا آمد و امیر محمد را بسیار بنواخت و خلعت شاهانه داد و فراوان چیز بخشید و بازگشتند و سرای به داماد و حرات ماندند. و از قضای آمده عروس را تب گرفت و نماز خفتن مهد آوردند و رود غزنین پر شد از زنان محتشمان و بسیار شمع و مشعله افروخته تا عروس را ببرند به کوشک شاه. بیچاره جهان نادیده آراسته و در زر و زیور و جواهر نشسته فرمان یافت و آن کار همه تباه شد. خب محمود یک عروسی با تجمل زیاد برای محمد میگیره، ولی از قضا همون شب عروس مریض میشه و میمیره. و در ساعت خبر یافتند
به امیر محمود رسانیدند. سخت غمناک گشت و با قضای آمده چه توانست کرد که ایزد عز ذکره به بندگان چنین چیزها از آن نماید تا عجز خیش بدانند. خبر رو به محمود میدن و محمود میره توی فکر. اینجا بیهقی به زیبایی فلسفه فکری خودش رو که جلسات قبل در موردش صحبت کردیم رو دوباره میگه. با قضای آمده چه توانست کرد که ایزد به بندگان چنین چیزها از آن نماید تا عجز خیش بدانند. دیگر روز فرمود تا عقد نکاح کردند. دیگر دختر را که به نام امیر مسعود بود به نام امیر محمد کردند و امیر مسعود را سخت غم آمد ولکن روی گفتار نبود. محمود دیگه اینجا واقعا مسعود رو خرد و بیابرو میکنه. دختری که به نام مسعود بوده رو به عقد محمد در میاره. اما و دختر کودکی سخت خرد بود. آوردن او به خانه به جای ماندند و روزگار گرفت و حالها بگشت و امیر محمود فرمان یافت و آخر حدیث آن آمد که این دختر به پرده امیر محمد رسید بدان وقت که به غزنین آمد و بر تخت ملک بنشست و 14 ساله گفتند که بود. اما دختر حسابی بچه بوده، برای همین دیگه نیاوردنش به سرای محمد. روزگار گذشت و محمود مرد و توی دوران سلطنت محمد دختره رو که دیگه اون زمان 14 سالش بوده رو میارن به کوشک امیر محمد. آن شب که وی را از محلت ما سراسیا از سرای پدر به کوشک امارت می بردند بسیار تکلف دیدم از حد گذشته. خب از اطلاعات جالب اینجا اینه که بیهقی آدرس محلش توی غزنین رو هم به ما میده. بیهقی توی محله سراسیا توی غزنین زندگی میکرده. میگه اون روزی که داشتن این دختر رو میبردن واسه امیر محمد از توی محله ما رد شدن و من دیدم که کلی ریخت و پاش کرده بودن. و پس از نشاندن امیر محمد این دختر را نزدیک او فرستادند. به قلعت و مدتی ببود آنجا و بازگشت که دلش تنگ شد و امروز اینجا به غزنی است. خب بعد از زندانی کردن امیر محمد توی تگیناباد هم این دختر را که خب دختر یوسف در واقع دختر عموش بوده هم همراه امیر محمد بوده، ولی خب بچه بوده دیگه، هنوز 14 سالش بوده، دلش تنگ میشه و میاد غزنی. و امیر مسعود از این بیازرد که چنین درشتی ها دید از عمش و قضای غالب با این یار شد تا یوسف از گاه به چاه افتاد و نعوذ بالله من الادبار. مسعود به خاطر این کارا هم یوسف از چشمش میفته. و چون سلطان مسعود را به هرات کار یک رویه شد و مستقیم گشت چنان که پیش از این بیاورده ام، حاجب یارق تقمش جامدار را به مکران فرستاد با لشکری انبوه تا مکران صافی کند و بوالعسکر را آنجا بنشاند. امیر یوسف را با 10 سرهنگ و فوجی لشکر به قصدار فرستاد تا پشت جامدار باشد و کار مکران زود قرار گیرد. و این بهانه بود، چنان که خواست که یوسف یک چند از چشم وی و چشم لشکر دور ماند و به قصدار چون شهربندی باشد و آن سرهنگان بر وی موکل. خب این داستان رو هم که قبلا دیدیم که مکران ناآرام شده بود و مسعود حاجب جامدار رو میفرسته مکران و بعد یوسف رو هم به قصدار میفرسته تا یه جورایی تبعیدش کنه و از خودش و از لشکر دورش کنه. و در نهان حاجبش را طغرل که وی را عزیزتر از فرزندان داشتی بفریفتند، به فرمان سلطان و تعبیه ها کردند تا بر وی مشرف باشد و هرچه رود می باز نماید تا ثمرات این خدمت بیابد به پایگاهی بزرگ که یابد. خب میبینیم که همون کاری که با کدخداهای حاجب غازی و اریارق کردن اینجا با یوسف هم کردن. حاجب یوسف که طغرل نام داشته و یوسف اونو مثل بچه خودش میدونسته و دوستش داشته رو فریب میدن که جاسوسی یوسف رو بکنه. و این ترک ابله این چربک بخورد و ندانست که کفران نعمت شوم باشد و قاصدان از قصدار بر کار کرد و میفرستاد سوی بلخ و قصد و سمین باز نمود عبدوس را پنهان و آن را به سلطان میرسانیدند.
بیهقی میبینیم که باز عصبانی میشه از این گونه فریب هایی که افراد دون و کم مایه میخورن به هوای رسیدن به مقام و مال. میگه اینطور که ابله یعنی این طغرل گول میخوره و اخبار راست و دروغ میبنده به یوسف و از قصدار خبرها رو پنهانی میرسونه به عبدوس تا به گوش مسعود برسه. و یوسف چه دانست که دل و جگر و معشوقش بر وی مشرفند. به هر وقتی و بیشتر در شراب می ژکید و سخنان فراختر می گفت که این چه بود که همگان بیخ برخیش کردیم که همه پس یکدیگر خواهیم شد و ناچار چنین باید که باشد که بدعهدی و بیوفایی کردیم تا کار کجا رسد. و این همه می نوشتند و بران زیادت ها می کردند تا دل سلطان گرانتر می گشت. میگه یوسف هم که اصلا خبر نداشت که این طغرل که عزیزترینش بوده داره جاسوسیشو میکنه. هرچی که یوسف میکرد و میگفت رو 4 تا هم میذاش روش و میفرستاد برای مسعود. مثلا یه وقتایی یوسف مخصوصا وقتی مست میشد شروع میکرد به غرغر کردن که این چه کاری بود که ما کردیم و از پشت به امیر محمد خنجر زدیم و الان این بلاها داره سرمون میاد و یکی یکی داریم از میان برداشته میشیم. طغرل اینا رو به گوش مسعود میرسون و مسعود هم نفرتش نسبت به یوسف بیشتر و بیشتر میشد. و تا بدان جایگاه طغرل باز نمود که گفت میسازد یوسف که خیشتن را به ترکستان افکند و با خانیان مکاتبت کردن گرفته است. میگه کار به جایی رسید که طغرل نوشت که یوسف میخواد به خانان ترکستان بپیونده، داره با اونا نامه رد و بدل میکنه. و سلطان در نهان نامه ها میفرمود سوی اعیان که موکلان او بودند که نیک احتیاط باید کرد در نگاه داشته یوسف تا سوی غزنین آید، چون ما از بلخ قصد غزنین کردیم وی را بخوانیم. اگر خواهد که به جانب دیگر رود نباید گذاشت و بباید بست و بسته پیش ما آورد. و اگر راست به سوی بست و غزنین آمد البته نباید که بر چیزی از آن چه فرمودیم واقف گردد. مسعود هم می‌نویسه براشون که حسابی احتیاط کنین که یوسف از چیزی باخبر نشه. من میگم که به زودی باید بیاد غزنین، اگر اومد که خب هیچی، بذارید بیاد و چیزی بهش نگید، ولی اگر خواست جهت دیگه‌ای بره دستگیرش کنین و دست بسته بیارینش پیش من. و آن اعیان فرمان نگاه داشتند و آنچه از احتیاط واجب کرد به جای می آوردند. و ما به بلخ بودیم. به چند دفعت مجمزان رسیدند از قصدار 3 و 4 و 5 و نامه های یوسف آوردند و ترنج و انار و نیشکر نیکو و بندگی ها نموده و احوال مکران و قصدار شرح کرده. و امیر جوابهای نیکو باز می فرمود و مخاطبه این بود که الامیر الجلیل الام ابی یعقوب یوسف ابن ناصر الدین و نوشت که فلان روز ما از بلخ حرکت خواهیم کرد و کار مکران قرار گرفت. چنان باید که هم بر این تقدیر از قصدار به زودی بروی تا با ما برابر به غزنین رسی و حقهای وی را به واجبی شناخته آید. خب یوسف هم که خبر از قصد و کار مسعود نداشته، طبق معمول نامه مینوشته و خبرهای قصدار و مکران رو میرسونده به مسعود. بعدش هم که مسعود میگه بهش که بیاد غزنین و عناوین خیلی بزرگ و محترمانه‌ای هم طی نامه به عموش میده، امیر جلیل عمو یوسف. این قبیل مخاطبه ها رو ما یادمون نرفته و ما رو یاد مخاطبه هایی مینازه که مسعود به علی قریب میداد، حاجب فاضل برادر. و امیر یوسف برفت از قصدار و به غزنین رسید پیش از سلطان مسعود. چون شنود که موکب سلطان از پروان روی به غزنین دارد با پسرش سلیمان و این طغرل کافر نعمت و غلامی 50 به خدمت استقبال آمدند سخت مخف. خب یوسف از قصدار به دستور مسعود میاد غزنین، ولی مسعود هنوز نرسیده. با خبر میشه که موکب سلطانی رسیده به پروان. یوسف با پسرش سلیمان و طغرل نامرد سبکبار میره به استقبال مسعود. و امیر پاسی مانده از شب برداشته بود از ستاج و روی به بلق داده که سرای پرده آنجا زده بودند و در عماری ماده پیل بود و مشعله ها افروخته و حدیث کنان میراندند. این بازارایی صحنه ها که بیهقی استادانه ارائه میده حقیقتا عالیه.
با کمی دقت حتی میشه صدای جیرجیرک ها توی اون شب رو هم شنید. مسعود توی کجاوه روی فیل نشسته و مشعل هم روشنه تا دور و بر خودشون رو بتونن ببینن و گرم صحبت دارن از ستاج میان به سمت بلق. اوایل خرداد هم هست و هوا هم عالی. نزدیک شهر مشعل پیدا آمد از دور در آن صحرا از جانب غزنی. امیر گفت عمم یوسف باشد که خوانده ایم که پذیره خواست آمد و فرمود نقیبی 2 را که پذیره او روند. بتاختند روی به مشعل و رسیدند. خب نزدیک بلق که میرسن از دور یک مشعل میبینن. مسعود زود تشخیص میده که این باید یوسف باشه. دستور میده که 2 نفر برن سمت یوسف و پس باز تاختند و گفتند زندگانی خداوند دراز باد، امیر یوسف است. خب میانو میگن درسته، یوسفه. پس از 1 ساعت در رسید. امیر پیل بداشت و امیر یوسف فرود آمد و زمین بوسه داد و حاجب بزرگ، بلگاتگین و همه اعیان و بزرگان که با امیر بودند پیاده شدند و اسبش بخواستند و برنشاندند با کرامتی هرچه تمامتر و امیر وی را سخت گرم بپرسید از اندازه گذشته و براندند و همه حدیث با وی می کرد تا روز شد و به نماز فرود آمدند و امیر از آن پیل بر اسب شد و براندند و یوسف در دست چپش و حدیث می کردند تا به لشکرگاه رسیدند. خب یوسف میرسه و مسعود حسابی تحویلش میگیره و نماز رو هم میخونن و میرن سمت لشکرگاه. امیر روی به عبدوس کرد و گفت عمم مخف آمده است. همینجا در پیش سرای پرده بگوی تا شرایی و صفه ها و خیمه ها بزنند و عمم اینجا فرود آید تا به ما نزدیک باشد. مسعود به بلگاتگین میگه که یوسف رو یه جایی همین نزدیک خودش جا بدن. گفت چنین کنم و امیر در خیمه در رفت و به خرگاه فرود آمد و امیر یوسف را به نیم ترگ بنشاندند چندان که صفه و شرا بزدند. پس آنجا رفت و خیمه های دیگر بزدند و غلامانش فرود آمدند و خوانها آوردند و بنهادند. پس یوسف رو توی خیمه کنار مسعود ساکن میکنن و براش خوردنی میارن. بیهقی میگه من از دیوان خود نگاه میکردم. داره میگه اینایی که اینجور مو به مو دارم براتون تعریف میکنم و خودم با چشای خودم داشتم میدیدم. نکرد دست به چیزی و در خود فرو شده بود سخت از حد گذشته که شمتی یافته بود از مکروهی که پیش آمد. یوسف شستش خبردار شده بود و چیزی نخورد و تو خودش بود. چون خوانها برداشتند و اعیان درگاه پراکندن گرفتند، امیر خالی کرد و عبدوس را بخواند و دیر بداشت. پس بیرون آمد و نزدیک امیر یوسف رفت و خالی کردند و دیری سخن گفتند و عبدوس می آمد و می شد و سخن می رفت و خیانات او را می شمردند. مسعود به قاصدی عبدوس اشتباهات و خیانات یوسف رو به گوشش می رسوند و عبدوس بین یوسف و مسعود در حال خبر بردن و خبر آوردن بود. و آخرش آن بود که چون روز به نماز پیشین رسید 3 مقدم از هندوان آنجا بایستانیدند با 500 سوار هندو در سلاح تمام و 3 نقیب هندو و 300 پیاده گزیده و استری بازین بیاوردند و بداشتند و امیر یوسف را دیدم که بر پای خواست و هنوز با کلاه و موزه و کمر بود و پسر را در آگوش گرفت و بگریست و کمر باز کرد و بیانداخت و عبدوس را گفت که این کودک را به خدای عزوجل سپردم و بعد آن به تو. داریم این صحنه ها رو از زاویه دید بیهقی میخونیم. رفت آمدهای عبدوس رو دید و گفت. اینجا هم میبینه که دمدمای ظهر کلی سوار و سرباز میارن و میخوان که یوسف رو ببرند با قاطر. یوسف هم دیگه کار رو تمام شده میبینه، پسرش رو بغل میکنه و گریه میکنه و اون رو به عبدوس میسپره که بلایی لاغر سر پسرش نیارن. و طغرل را گفت شاد باش ای کافر نعمت، از بهر این تو را پروردم و از فرزند عزیزتر داشتم تا بر من چنین ساختی بشویی که خریدی، برسد به تو آنچه سزاوار آنی.
رو میکنه به طغرل و دشنام میده اون رو و کاملا مشخصه که بیهقی هم باهاش همراهه. و بر استر نشست و سوی قلعت سگاوند بردندش و پس از آن نیز ندیدمش. و سال دیگر سنه 23 و 400 که از بلخ بازگشتیم، از راه نامه رسید که وی به قلعت دروته درگذشته شد رحمت الله علیه. خب یوسف رو میبرن قلعه سگاوند و دیگه هم خبری ازش نمیاد تا زمان مرگش. این هم از یوسف که عموی مسعود بود و مسعود این چنین اون رو فروگیری میکنه و از تاریخ حذف میکنه. مسعود و اطرافیانش انگار کمر همت رو بستن که به غریبه و آشنا رحم نکنن و ضعیف و قوی رو از جلو راهشون بردارن. فکر نمی کنم با این دست فرمون ایزد از ذکرهو اگر بخواد هم بتونه عاقبت به خیر کند. اما تا اینجا هستیم بد نیست ببینیم که این طغرل کافر نعمت اصلا کی بود و چطور شد غلام یوسف. بیهقی این رو هم برامون توضیح میده. و قصه است کوتاهگونه حدیث این طغرل، اما نادر است، ناچار بگویم و پس به سر تاریخ باز شوم. این غلامی بود که از میان 1000 غلام چونو بیرون نیاید به دیدار و قد و رنگ و ظرافت و لباقت، و او را از ترکستان خاتون ارسلان فرستاده بود به نام امیر محمود. خب دوباره برمیگردیم زمان سلطنت محمود. این طغرل رو زن ارسلان خان به عنوان هدیه داده بود به سلطان محمود. ارسلان خان پدر قدرخان بود، پس این خاتون احتمالاً میشه مادر قدرخان. این زن عادت داشت که هر سال یه غلام و کنیز درست حسابی که دستچینشون کرده بود رو میفرستاد برای محمود. از اون طرف هم محمود برای جبران کلی زر و پارچه گرانبها میفرستاد برای مادر قدرخان. و این خاتون عادت داشت که هر سالی امیر محمود را غلامی نادر و کنیزکی دوشیزه خیاره فرستادی بر سبیل هدیه و امیر وی را دستارهای قصب و شار باریک و مروارید و دیبای رومی فرستادی. امیر این طغرل را بپسندید و در جمله 7 و 8 غلام که ساقیان او بودند پس از ایاز بداشت. پس این طغرل زیباییش به اندازه‌ای بوده که جز اون 7 تا ساقی اصلی محمود میشه و مورد پسندش قرار میگیره و البته بعد از ایاز. و سالی 2 برآمد. یک روز چنان افتاد که امیر به باغ فیروزی شراب میخورد بر گل و چندان گل 100 برگ ریخته بودند که حد و اندازه نبود و این ساقیان ماهرویان عالم به نوبت دوگان دوگان می آمدند. 2 سال بعد محمود توی باغ مورد علاقش یعنی باغ فیروزی توی غزنین بساط شراب را انداخته بود و این ساقیان هم 2 تا می اومدن و شراب می آوردن. این طغرل در آمد قبای لعل پوشیده و یار وی قبای فیروزه داشت و به ساقیگری مشغول شدند هر 2 ماه روی. طغرل و یک غلام دیگه اومدن. طغرل لباس سرخ پوشیده بود و اون یکی لباس فیروزه‌ای. طغرل شرابی رنگین به دست بایستاد و امیر یوسف را شراب دریافته بود. چشمش بر وی بماند و عاشق شد و هر چند کوشید و خیشتن را فراهم کرد چشم از وی بر نتوانست داشت. خب یوسف که توی مجلس بوده و مست شده بوده، طغرل رو با اون قد و قیافه زیبا با لباس سرخ رنگ و شراب رنگین به دست میبینه و عاشقش میشه و نمیتونه چشم ازش برداره. و امیر محمود دزدیده مینگریست و شیفتگی و بیهوشی برادرش میدید و تغافلی میزد. مسعودم داستانو میبینه و با خبر میشه ولی خودشو به ندیدن میزنه تا حالا شاید یوسف دست از دید زدن برداره. تا آنکه ساعتی بگذشت پس گفته برادر تو از پدر کودک ماندی و گفته بود پدر به وقت مرگ عبدالله دبیر را که مقرر است که محمود ملک غزنین نگه دارد که اسماعیل مرد آن نیست. محمود را از پیغام من بگوی که مرا دل به یوسف مشغول است، وی را به تو سپردم.
باید که وی را به خوی خیش براری و چون فرزندان خیش عزیز داری. خب میدونیم محمود علاوه بر یوسف گفتیم که 2 برادر دیگه هم داشت، اسماعیل و نصر. نصر رو که دیدیم سپهسالار خراسان بود و فردوسی هم توی شاهنامه ازش تعریف کرده بود. اسماعیل رو هم که گفتیم ولیعهد پدرش سبکتگین بود و محمود اون رو شکست داد و کشت. یوسف کوچکترینشون بوده. پدرشون شهامت و مردانگی محمود رو میدیده و میدونسته که سلطنت بالاخره به محمود میرسه. قبل مرگش یوسف رو میسپره به محمود. اینجا توی این مجلس محمود بعد از 1 ساعت میبینه که یوسف ولکن نیست. میگه هی برادر، میدونم که بچگی یتیم شدی و پدرمون تو رو به من سپرده تا تو رو مثل بچه‌هام بزرگ کنم، اما و ما تا این غایت دانی که به راستای تو چند نیکویی فرموده ایم و پنداشتیم که با ادب برآمده ای و نیستی چنان که ما پنداشته ایم. در مجلس شراب در غلامان ما چرا نگاه میکنی؟ تو را خوش آید که هیچ کس در مجلس شراب در غلامان تو نگرد و چشمت از دیرباز بر این طغرل بمانده است و اگر حرمت روان پدرم نبودی تو را مالشی سخت تمام برسیدی. این 1 بار عفو کردم و این غلام را به تو بخشیدم که ما را چونو بسیار است. هوشیار باش تا بار دیگر چنین سهو نیفتد که با محمود چنین بازی ها به نرود. میگه خودت میدونی که چقدر در حقت خوبی کردم ولی ظاهرا تو قدر نشناسی. توی مجلس شراب چرا به غلامان من که مثل ناموس منن نگاه میکنی؟ این 1 بار رو به حرمت پدرمون میبخشم تو، این غلامم میبخشم به تو مال خودت، ولی حواست باشه که این بار آخرت باشه چنین کاری میکنی. یوسف متحیر گشت و بر پای خاست و زمین بوسه داد و گفت توبه کردم و نیز چنین خطا نیفتد. امیر گفت بنشین. بنشست و آن حدیث فرا برید و نشاط شراب بالا گرفت و یوسف را شراب دریافت. بازگشت. امیر محمود خادمی خاص را که او را صافی می گفتند و چنین غلامان به دست او بودند آواز داد و گفت طغرل را نزدیک برادرم فرست. خب یوسف میگه غلط کردم و محمودم میبخشش. بعد از مجلس هم محمود طغرل رو میفرسته واسه یوسف. بفرستادندش و یوسف بسیار شادی کرد و بسیار چیز بخشید خادمان را و بسیار صدقه داد و این غلام را برکشید و حاجب او شد و عزیزتر از فرزندان داشت. یوسف طغرل رو میگیره و مثل پسر خودش عزیزش میکنه و میشه نزدیکترین بهش. و چون شب سیاه به روز سپیدش تاختن آورد و آفتاب را کسوفی افتاد، این از جمله توصیفات زیبای بیهقیه. میگه وقتی که طغرل ریش و سیبیل در آورد و از اون حالت بچگیش در اومد و چون شب سیاه به روز سپیدش تاختن آورد و آفتاب را کسوفی افتاد، از خاندانی با نام زن خواست و در عقد نکاح و عرس وی تکلف‌های بی محل نمود، چنان که گروهی از خردمندان پسند نداشتند. یه وقتی طغرل مرد شد، یوسف براش زن گرفت و زیاده از حدم ولخرجی کرد برای عروسیش که پسند خیلی ها هم نشد این کار یوسف. و جزا و مکافات آن مهتر آن آمد که باز نمودم. خب میگه دیدیم که عاقبتش هم این کاراش چه بلایی طغرل سرش آورد. پس از گذشتن خداوندش چون درجه گونه‌ای یافت و نواختی از سلطان مسعود، اما ممقوت شد هم نزدیک وی و هم نزدیک بیشتر از مردمان و ادبار در وی پیچید و گذشته شد به جوانی روزگارش در ناکامی و عاقبت کفران نعمت همین است. میگه بعد از مرگ یوسف هم اگرچه مسعود 1 درجه‌ای بهش داد، اما به خاطر خیانتش مورد غضب و بغض قرار گرفت، نه تنها پیش مسعود که پیش همه مردم، و عاقبت کافر نعمتی هم همینه. ایزد عز ذکره ما را و همه مسلمانان را در عصمت خیش نگاه داراد و توفیق اصلح دهاد تا به شکر نعمتهای وی و بندگان وی که منعمان باشند رسیده آید. بله، اینم از داستان طغرل کافر نعمت و دعای بیهقی برای خودش و همه مسلمانان.
بعد از فروگیری یوسف مسعود راه میفته تا خودش رو برسونه به غزنین، پایتخت و مرکز حکومت غزنویان. گفتیم که مسعود بعد از مرگ پدرش از اصفهان راه افتاد که بیاد غزنین. بالاخره بعد از حدود 1 سال روز 8 جمادی الاخر 422 میرسه به غزنین. اجازه بدید ورود مسعود به غزنین رو از روی کتاب بخونیم که شنیدنش خالی از لطف نیست. و دیگر روز الخمیس الثامن من جمادی الاخری سنه 22 و 400 امیر سوی حضرت دارالملک راند با تعبیه‌ای سخت نیکو و مردم شهر غزنین مرد و زن و کودک برجوشیده و بیرون آمده و بر خلقانی چندان قبه‌های با تکلف زده بودند که پیران می گفتند بر آن جمله یاد ندارند. خلقانی اسم یه محله توی غزنینه. و نثارها کردند از اندازه گذشته و زحمتی بود چنان که سخت رنج می رسید بر آن خوازه ها گذشتن و بسیار مردم به جانب خشکرود و دشت شابهار می رفتند. خشکرود و دشت شابهار هم اسم یه محلیه توی غزنین. یکی از خوبی‌های این بخش از تاریخ بیهقی همینه که اسم محله‌های غزنین توش تقریبا خیلی اومده. و امیر نزدیک نماز پیشین به کوشک معمور رسید و به سعادت و همایونی فرود آمد و عمه حره ختلی رضی الله عنها بر عادت سال گذشته که امیر محمود را ساختی بسیار خوردنی با تکلف ساخته بود، بفرستاد و امیر را از آن سخت خوش آمد. این حره ختلی هم که عمه مسعوده، همونی که یادمون هست مسعود رو خیلی دوست داشت و بعد از مرگ محمود برای مسعود نامه نوشت که زودتر بیا غزنین. در خصوص دوست داشتن مسعود هم بیهقی عبارت جالبی آورده، میگه و حره ختلی عمتش خود سوخته او بود، که اشاره داره به زیاده از حد دوست داشتن مسعود توسط حره ختلی. این سوختگی همونیه که توی اشعار مولانا هم اومده، میگه سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو، آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من. خب بریم سراغ ادامه اولین حضور مسعود به عنوان سلطان در پایتخت خودش. و نماز دیگر آن روز بار نداد و در شب خالی کردند و همه سرایها و حرات بزرگان به دیدار او آمدند. و این روز و این شب در شهر چندان شادی و طرب و گشتن و شراب خوردن و مهمان رفتن و خواندن بود که کس یاد نداشت. و دیگر روز بار داد و در صفه دولت نشسته بود بر تخت پدر و جد رحمت الله علیهما و مردم شهر آمدن گرفت فوج فوج و نثارهایی به افراد کردند اولیا و حشم و لشکریان و شهریان که به حقیقت بر تخت ملک این روز نشسته بود سلطان بزرگ. میگه امروز واقعا امروز روز سلطانیش بود، روز سلطنت، آغاز سلطنتش بود. و شاعران شعرهای بسیار خواندند چنان که در دواوین پیداست و اینجا از آن چیزی نیاوردم که دراز شدی تا نماز پیشین انبوهی بودی. پس برخاست امیر در سرای فرود رفت و نشاط شراب کرد بی ندیمان. و نماز دیگر بار نداد و دیگر روز هم بار نداد و برنشست و بر جانب سپهستزار به باغ فیروزی رفت و تربت پدر را رضی الله عنه زیارت کرد و بگریست و آن قوم را که بر سر تربت بودند 20,000 درم فرمود. و دانشمند نبیه و حاکم لشکر را نصر ابن خلف گفت مردم انبوه بر کار باید کرد تا به زودی این رباط که فرموده است برآورده آید و از اوقاف این تربت نیک اندیشه باید داشت تا به طرق و سبل رسد. و پدرم این باغ را دوست داشت، از آن فرمود وی را اینجا نهادن و ما حرمت بزرگ او را این بقعت بر خود حرام کردیم که جز به زیارت اینجا نیاییم. سبزی ها و دیگر چیزها که نزه را شایست همه را بر باید کند
و هم داستان نباید بود که هیچ کس به تماشا آید اینجا. این باغ فیروزی همون باغ مورد علاقه محموده. ما از کتاب شبانکاره‌ای میدونیم که محمود اون روزای آخر عمرش به دلیل حسادت دستور میده که تمام درخت و سبزه و گل و هر چیز دیدنی که توی این باغ هست رو بکنن و نابود کنن تا دیگه کسی اینجا برای تفریح و یا شرابخوری و خوشگذرانی نیاد و خودش رو هم توی این باغ مورد علاقهش دفن کنن و اینجا یه جورایی تبدیل بشه به امامزاده. اینجا میبینیم که مسعود داره به بقیه دستور میده که وصیت پدرش رو اجرا بکنن. میگه همون کارهایی که محمود گفته بود رو اینجا اجرایی بکنید و من هم احترام میذارم به وصیت پدرم و هرگز اینجا برای خوشگذرانی نمیام، اینجا فقط برای زیارت من خواهم آمد. گفتند فرمانبرداریم و حاضران بسیار دعا کردند و از باغ بیرون آمد و راه صحرا گرفت و اولیا و حشم و بزرگان همراه وی. به افغان شال در آمد و به تربت امیر عادل سبکتگین رضی الله عنه فرود آمد و زیارت کرد و مردم تربت را 10,000 درم فرمود و از آنجا به کوشک دولت باز آمد و اعیان به دیوانها بنشستند دیگر روز و کارها راندن گرفتند. روز سه‌شنبه 20 جمادی الاخری به باغ محمودی رفت و نشاط شراب کرد و خوشش آمد و فرمود که بنه ها و دیوان ها آنجا باید آورد و سراییان به جمله آنجا آمدند و غلامان و حرم و دیوان های وزارت و عرض و رسالت و وکالت و بزرگان و اعیان بنشستند و کارها برقرار می رفت و مردم لشکری و رعیت و بزرگان و اعیان همه شادکام و دلها بر این خداوند محتشم بسته و وی نیز بر سیرت نیکو و پسندیده می رفت. اگر بر آن جمله بماندی هیچ خللی راه نیافتی، اما بیرون خواجه بزرگ احمد حسن وزیران نهانی بودند که صلاح نگاه نتوانستند داشت و از بحر طمع خود را کارها پیوستند که دل پادشاهان خاصه که جوان باشند و کامران آن را خواهان گردند. اینجا بیهقی به زیبایی اشاره میکنه که درسته که میمندی ظاهراً وزیره، اما این حکومت دولت در سایه داره و کارها رو اونا هستن که جلو میبرن و مسعود هم اتفاقا بعدش نمیاد از این موضوع، همراهی میکنه با اونا. دیدیم که همین دولت‌های در سایه بودن که باعث فروگیری ها شدند و بزرگان لشکری رو یکی پس از دیگری از میان برداشتن و افراد ضعیف و بی تجربه در آینده کارها رو دست میگیرن و همین هم باعث نابودی غزنویان میشه. اشاره درست و به جای بیهقی توی اینجا بعد از کلی از فروگیری ها. خب به سلامتی مسعود به دارالملک رسید. اجازه بدید که این جلسه رو هم اینجا ما تموم کنیم و ادامه ماجراها رو توی جلسات بعد پی بگیریم. ممنون که این قسمت رو هم دیدید و شنیدید. شب و روزتون خوش.